سلام بر شما، به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه برگزاری نشست فنی گروه‌های کاری دوحه درباره افغانستان. هیئت تکنیکی امارت اسلامی نیز در این نشست اشتراک کرده است. چگونگی مبارزه با مواد مخدر و حمایت از سکتور خصوصی در افغانستان از محورهای اصلی این نشست دو روزه هستند. نمایندگان شمار از کشورهای منطقه و جهان در این نشست حضور دارند. اما هیئت برگزاری این گونه نشست ها چیست و آیا تعامل منطقه‌ای و جهانی با افغانستان رقم خواهد خورد؟ من روزخیار هستم و مهمانان فراخبر آقایان فضل الرحمن اوریا آگاه مسائل سیاسی و عبدالواحد فقیری آگاه روابط بین الملل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی. آقای فقیری، ابتدا میشه دید شما را داشته باشیم. فکر میکنین سلسله نشست های دوحه به چه هدف برگزار میشه؟ تشکر آقای روزخیار، به شما، به آقای اوریا و همه بیننده ها سلام و احترامات خود تقدیم می‌دارم. به نظر من مسئله ملل متحد که چند باری بحث ها ادامه یافته، این نشست ها تداوم یافته و در ارتباط با نمو نشست های قبلی هم پیش از پیش گفته بودن که اینا یک نشست دیگه در دوحه برگزار میکنه. این دفعه زیادتر بر مسائل فنی و مسائل مواد مخدر و همچنان سکتور خصوصی تمرکز میکنم. تا حالی به نظر من تا جای زیادی که ما دیدیم یا راپوران که خواندیم، بین افغان ها چندان علاقه زیاد به این نشست ها نیست و علاقه کم شده و به توقعاتی که مردم افغانستان از این نشست ها داشته اونا کم شده، مردم ناامید شدن و این معلوم میشه که این نشست های ملل متحد یک عادی شده برای مردم. کدام نتیجه ملموس و محسوس از این نشست ها تا بال به دست نیامده. مسئله افغانستان به اونمو قسم پیشین ادامه داره، انزوا زیاد شده، مسائل اقتصادی و تکلیف ها و مشکلات تکلیف ها و مشکلات اقتصادی هنوز زیاد شده. یعنی بر اوضاع عمومی افغانستان و برای بهبود اوضاع عمومی افغانستان کدام نتیجه ملموس، نتیجه که محسوس کنه مردم از او تا بال به دست نیامده. به این خاطر هم بین افغان ها اگه چی مردم عادی هستن، اگه چی منورین هستن و یا کسانی که گفته مردم پالیسی میکر هستن و یا هم نظریات مردم از اذهان مردم میسازه، یک نوع ناامیدی و یک نوع ایجاد شده و مردم فکر میکنه که یک بنبست آمده، یک بنبست عمومی آمده و به این معنا که نه از طرف افغانستان و افغان ها کدام ابتکار نوی رخ داده و نه هم از طرف جامعه بین المللی و ملل متحد یک ابتکار نوی که بتانه یوزاره به قسمی به طرف مثبت جهت بده و هم تا بال رخ نداده. به این خاطر میگم که ناامیدی و بنبست زیاد شده. آقای اوریا، شما نگاهتان چی است به برگزاری نشست دوحه؟ فکر میکنین این یک نشست مهم و سرنوشت ساز بوده میتونه یا نه؟ تشکر. سلام بر شما، سلام بر جناب فقیری صاحب، بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز و ارجمندتان. نشست دوحه یک روندی هست که فراز و نشیب زیادی داشته. در نشست اول حکومت افغانستان شرکت نداشتن و کاملا موقف نشست اول علیه حکومت افغانستان بوده و مخالفین حکومت افغانستان از او زیاد استقبال کردند. و در نشست دوم حکومت افغانستان شرکت نکردن و باز هم مخالفین حکومت افغانستان از او زیاد پذیرایی کردند. اما در نشست سوم حکومت افغانستان حضور داشت و نشست چهارم که امروز هست بخشی از فیصله های نشست سوم در اینجا عملی میشه و جامعه عمل میپوشه
که طبیعتاً با استقبال حکومت افغانستان و با دلسردی مخالفین حکومت افغانستان انجامیده است. این نشست دو بعد دارد. در یک بعد بخواهد در سیاست‌های داخلی یا حکومت افغانستان در سیاست‌های داخلیش جهت استحکامش گام برداره و دوم زمینه‌های تعامل منطقوی و بین‌المللی را فراهم بکنه. این نشست کاملا یک نشست تخصصی و مسلکی است در دو عرصه با اساس فیصله نشست سوم مبارزه بر ضد مواد مخدر در دو جهت. یک، مبارزه بر ضد مواد مخدر با تمام انواعش. دوم، ایجاد کشت بدیل خاشخاش و کوکنار. در این دو جهت کشورهای منطقه و جامعه جهانی و سازمان ملل متحد تصمیم داره که حکومت افغانستان کمک بکنه. یگانه ارزویی که جامعه جهانی داشت که مبارزه موثر علیه مواد مخدر در افغانستان صورت بگیره که در زمان جمهوریت در تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر گاه افغانستان مقام اول و دوم داشتند. حال که تقریبا کشت مواد مخدر به صفر نزدیک شده، نیاز بر آن است که کشت بدیل باید به وجود بیاید و کشت بدیل باید تأمین شود که وظیفه جامعه جهانی است و جامعه جهانی درست در همین راستا گام برمی‌دارد. بله، و باور دارین که نشست میتونه کمک بکنه در این زمینه. بله، اما به باور شما آقای اوریا حضور امارت اسلامی چطور است در این نشست؟ فکر میکنین درست است همه افراد باید میرفت یا نه؟ اگه این نشست چیزی که شما میگین مهم است و استراتژیک، باید کسان میرفتن که صلاحیت دارن، صلاحیت تصمیم گیری، مثل وزیر خارجه و اینها. سیاسی نیست که سیاستمدارا بره و رهبرا بره در اونجا حضور داشته باشه. این نشست مسلکی است و متخصصین در او شرکت میکنه. از جانب افغانستان هم متخصصین است و از جانب کشورهای مختلف، سازمانهای مختلف هم متخصصین در اینجا حضور داره. راه ها و مکانیزم ها و پالیسی های را کار میکنه که چطور میتونه در عرصه کشت بدیل و مبارزه بر ضد مواد مخدر افغانستان کمک بکنه و دوم چطور میتونه سکتور خصوصی افغانستان کمک بکنه. سکتور خصوصی که تحریم هست چطور میتونه تحریم ها کاهش پیدا بکنه و سکتور خصوصی آزادانه فعالیت داشته باشه، هم به سطح کشور هم به سطح منطقه و جهان. پس زمانی که نشست های تخصصی است او هم در دو عرصه، طبیعتا تصامیم و فیصله هایی که صورت میگیره او تخصصی است و بعدا این تصامیم و فیصله ها پیشنهاد خواهد شد برای شورای امنیت سازمان ملل متحد و برخی کشورهای علاقمند و زینب که طبیعتا اونا در جهت عملی کردنش گام های موثری را برخواد داشتند. اما تا جایی که مربوط به حکومت افغانستان است، این نشست کاملا مطابق با مراد حکومت افغانستان است و طبیعتا حکومت افغانستان از طور نشستاش حمایت خواهد کردن، اما مخالفین حکومت افغانستان مایوس و دلسرد خواهد بودن و طبیعتا اینطور نشستا را حمایت نخواهد کرد. با او امیدی که نشست دوحه یا روند دوحه آغاز شده بود کاملا وارونه شد نشست چهارم و سومش و حال نشست چهارم که نشست تخصصی است این بیشتر انطباق پیدا میکنه با منافع ملی مردم افغانستان و آن زمینه و شرایط را در این عرصه فراهم میکنه که کشورهای منطقه، کشورهای زی داخل و زینب درست خیلی در هر دو عرصه افغانستان رو کمک بکنه. تشکر. آقای فقیری، شما چگونه بررسی میکنین حضور امارت اسلامی در این نشست را، با ای که شما گفتین زیاد نه مردم افغانستان باورمند است به این نشست و نه هم حکومت مردا یا دولت مردا، ولی آقای اوریا باورشانی است که خب این نشست یک نشست تکنیکی است و میتونه در فرصت ها را باز بکنه برای امارت اسلامی. میگه تنها مخالفان حکومت از این نشست خوشش نمیآید. به نظر من یعنی ما میتونیم که به هر نشست وزن اضافه بتیم و اوی به نظر من
تا بسیار حد ما افغان‌ها کوشش میکنیم که هر نشست بسیار بزرگ نمایی کنیم و حالا که در 4 سال که ما دیدیم و حتی پیشتر هم از این نشست‌های بین المللی بر وضع عمومی افغانستان کدام تاثیر مثبت نگذاشته و ما افغان‌ها باید ایره جدی باید سر ازی فکر کنیم و بزرگترین مسئله از که به کدام نتیجه مثبت منتج نشده به نظر ما اون مسئله بین الافغانی است. یعنی ما افغان‌ها بین خود تا به یک تفاهمی نرسیدیم، به یک تفاهم ملی که بتانیم از زینمی کمک ها و همکاری های بین المللی به نفع افغانستان استفاده شود. یک حکومت باشه که او اقلا یعنی دارای رسمیت باشه، مردم او را مشروع بپنداره، جامعه جهانی با او یک مشروعیت و رسمیت عمومی داشته باشه و تابال افغانستان از اینمی نگاه، از اینمی زاویه رنج میبره و هنوز هم زیادتر میشه. ما میبینیم که مسئله ایران و اسرائیل، مسئله خود غزه، مسئله اوکراینی همه سر افغانستان تاثیرات منفی داره و افغانستان بسیار به حاشیه رانده و حتی ما دیدیم که در خود امریکا هم با لایحه نوی که در شورا در کنگرس امریکا تصویب شد و حال به سنا رفته و این هم هنوز کمک هایی که باید میشد به افغانستان و کمتر میسازه، افغانستان هنوز منزوی تر میسازه و این باید یک زنگ خطر باشه برای خود افغان ها و برای همه که ما در حالت خوب نیستیم. یعنی واقعا هم از نظر اقتصادی هم آمدن مهاجرین از ایران و از پاکستان در این حالت که افغانستان در حالت موجوده افغانستان بر مشکلات موجوده هنوز اضافه میکنه. بله، ولی آقای فقیری خب یک نکته را شما گفتین که خب فرصت ها هست اما او به دلیل چالش های بین الافغانی این فرصت ها سوزانده میشه، درست است؟ بله، به فکر ما مشکل افغانستان بین الافغانی است، داخلی است و تا وقتی که این مشکل ما بین افغان ها حل نشود مشکل افغانستان فیصله نمیشه. ما در نشست های دوحه باید اون مسئله مذاکرات بین الافغانی باید سر از او اصرار میشد و بین خود افغان ها ملل متحد باید یک مجمع تشکیل میکرد، یک نشست تشکیل میکرد که افغان ها بین خود بنشینه و این مسئله را حل کنه. یعنی مسئله اصلا سیاسی است یا آقای رازقیار، مسئله افغانستان سیاسی است و هو هم بین الافغانی است. تا بال ما افغان ها به این قادر نشدیم که یک دیالوگ، یک گفتمان ملی را با هم برا بیندازیم و دو به همه اقشار افغانستان، اگه اقشار و طبقات شهری هستند، تحصیل کرده هستند و اگه زنها و خانمهای افغان هستند و حکومت کنونی که یعنی واقعا هم یک چیزی که باید ما مد نظر بگیریم و است که حکومت فعلا حاکم است، یک کسی طالب ها حاکم هستند. این آدم نمیتونه که چشم خود پد کنه و بگه که نیستن. این چیز است، اما در پهلوی از یک دیگه خلا موجود است و او نقش مردم افغانستان است، نقش تمام اقشار و طبقات دیگه افغان هستند که از حکومت نمایندگی نمیکنه و یا حکومت از آنها نمایندگی نمیکنه. این چیز است، این خلا است که تابال هم موجود است و تا وقتی که این خلا پر نشود، تا وقتی که بین افغان ها یک دیالوگ بین الافغانی ایجاد نشود و یعنی بین دیالوگ ملل متحد تا یک حد تنظیم نکنه، تمویل نکنه، به نظر ما مشکل افغانستان حل ناشدنی است و ما شاید در این جای بمانیم و این جایی که ما فعلا در او هستیم جای خوب نیست به نظر من. خیلی سپاسگزار آقای اوریا. چیزی که آقای فقیری میگن شما موافق هستین؟ آیا واقعا اصل مشکل در درون است و دیالوگ بین الافغانی میتونه راه حل باشه؟ ببینین سال 21 نشست اول دوحه صورت میگیره، شعار استراتژیک چی بوده که در افغانستان حکومت همه شمول ساخته شود و مذاکراتی که اونا میخواستن باید صورت بگیره و نشست دوحه هم همین روحیه را داشتن، مگر حال این روحیه از بین رفت. چرا؟
او وقت از نشست اول مخالفین حکومت افغانستان با قاطعیت حمایت میکرد، به خاطر که حکومت همه شمول در سرخط شعارها بوده. اما بعد از 2-3 سال دیگه سازمان ملل متحد علاقمند به حکومت‌های همه شمول نیست در افغانستان، علاقمند به مذاکرات نیستند، چرا که دنیا تغییر کرده. با اینکه دنیا تغییر کرده، دنیا در حال گذار قرار داره و این گذار بسیار دردآور و رنجاور خواهد بود، با جنگ‌ها، خشونت‌ها و محرومیت‌ها همراه بوده و همراه هست. و در 2-3 سال افغانستان هم تغییر کرده، شرایط تغییر کرده. پس شرایط منطقوی و بین المللی که تغییرات با وجود آمده، او روی تصامیم سازمان ملل متحد تحت رهبری شورای امنیت هم تاثیر گذاشتند و او شعارهای اولی حکومت همه شمول و مذاکرات بین الافغانی را در کنار گذاشتند، فراموش کردند. در سرخط کار سازمان ملل متحد دیگه این چیزها وجود نداره. بله آقای اوریا، شما بیشتر تمرکزتان روی است که جهان چه میخواهد. بله ظاهرا به امارت اسلامی زیاد اهمیت نداره که جهان چه میخواهد. حالا من پرسشم از شما است که واقعا ما در درون مشکل داریم بر سر از او گپ بزنیم یا نه؟ مهم نیست که مثلا سازمان ملل از ما میخواد که ما باید گفتگوی بین الافغانی داشته باشیم و حکومت همه شمول یا نه؟ مهم نیست که ما چی میخوایم. ببینین این شعار اولی سازمان ملل متحد بوده. فعلا سازمان ملل متحد این شعار نداره، به خاطر که جهان منطقه تغییر کرده و منافع کشورهای زیرفت چنین شعارهای را در مورد افغانستان ایجاب نمیکنه. حال جهان میخواه امی حکومت موجوده را کمک بکنه، امی حکومت موجوده را مدغم بسازه به نظم جهانی و روابط بین المللی. به همین خاطر است که 2 کمیته اختصاصی کار خود به شکل مسلکی آغاز کرده و این پروسه انکشاف پیدا میکنه. بله آقای فقیری میگن، درست آقای فقیری میگن که خب اگر گفتگوی بین الافغانی نشه، افغانستان در همین جایی که است همینجا باقی میمانه و میگه این جای مناسب افغانستان نیست و خوب نیست. شما یک دلیل بگوین ای که مثلا جهان با افغانستان امروزی بخواد تعامل بکنه و امارت اسلامی را با جهان مدغم بسازه. ببینید نشست امروزی بزرگترین نمونه و گام عملی جهان هست و سازمان ملل متحد هستند که در جهت تعامل و در جهت حمایت و در جهت برداشتن گام‌های عملی کار میکنه. ببین در 3 سال چقدر تغییر آمد به نفع حکومت کنونی افغانستان. اما میم سر دیالوگ این وظیفه حکومت افغانستان هستند که در تمام ابعاد باید دیالوگ ها به نفع از آنها زمینه و شرایط برشان فراهم بکنه او را ایجاد بکنه. تشکر. اما دیالوگ با کی؟ حکومت افغانستان در شرایط کنونی یک اپوزیسیون نیرومند سیاسی نداره که با او دیالوگ بکنه، یک اپوزیسیون نیرومند نظامی نداره که با او دیالوگ بکنه، چون همه حزب هستند. همه افراد و اشخاص پراگنده هستند که از گوشه ها و کنارهای مختلف دنیا صدای خود بلند میکنند. خیلی سپاسگزارم. مگر مهمی است که اون صداهایی که از هر گوشه و کنار دنیا هر افغان بلند میکنه او باید شنیده شود، با او احترام شود و با او بحث باید صورت بگیره که ارتباط میگیره با سیاست‌های داخلی افغانستان و این پروسه باید به شکل از اشکال ادامه داشته باشه. یعنی هر صدایی که از هر کنج دنیا، هر صدایی که از هر نقطه افغانستان بلند میشه، چی در حمایت با حکومت افغانستان، چی در مخالفت با حکومت افغانستان، وظیفه مسئولین حکومت افغانستان است او صدا را بشنوه، گوش بگیره و پاسخ مقنع و قانع کننده برش ارائه بکنه. بله خیلی سپاسگزارم آقای فقیری. آقای اوریا باورش است که خب دیگه برای جهان مهم نیست که در افغانستان حکومت همه شمول است یا نه. میگه سازمان ملل دیگه شعارش این چیز نیست و همین گونه دیالوگ بین الافغانی میگه بس داخلی است، خود امارت اسلامی باید تمرکز بکنه. در کنار اینها باور دارین آنچه در نشست دوحه که امروز بوده و قرار است فردا هم برگزار شود این بار حداقل جامع عمل بپوشه؟
بخش آخر شما نه، متاسفانه به نظر من از این نشست ها خودم، البته خودم به نظر خودم کدام نتیجه مثبت به دست ما نخواهد آمد و هم به خاطر عزیز که در این نشست ها نماینده های واقعی مردم افغانستان موجود نیستند و تا وقتی که یک جرگه عمومی، یک دیالوگ عمومی نباشه، این نشست ها به نتیجه نمیرسه و این متاسفانه چند باری کار سر ما شده و چند دفعه هم ما با این مشکل بزرگ روبرو شدیم که ما خود ما افغان های خود ما را حذف میکنیم. یعنی عموما حکومت های نیمی استدلال میکنه که ما مخالف نداریم، ما کسی نداریم، ما نمایندگی همه را میکنیم و این تمام حکومت های را میگه. هیچ حکومت در جهان نیست که بگه که ما نماینده ملت خود نیستیم. تمام اینا اگر اینا دموکراسی هستند، اگر دیکتاتوری هستند و اگر حکومت های مشروع و نامشروع، همه اینا را میگن که ما نماینده هستیم، ما واقعی هستیم، ما مشروع هستیم. اما این به مردم باید حق داد که این مسئله رو فیصله کنه. تا باله طالب ها متاسفانه به این راستا هیچ نوع اقدام عملی نکردن. نه انتخابات عمومی شده، نه رفراندوم شده، نه همه پرسی شده از افغان ها که افغان ها یک چطور حکومت میخواه. آیا افغان ها با این حکومت که فعلا موجود است با این خوش هستن یا نه؟ این حق مردم افغانستان است که یک شورا داشته باشه، یک لوی جرگه داشته باشه، یک قانون اساسی داشته باشه و یک جایی باشه که مردم بتانه از اونجا سر حکومت خود انتقاد کنه. یعنی این حکومتی که فعلا ما داریم، این هم خودشان حکومت هستند، هم قوای مقننه است، هم اجرایی است و هم پلیس است و هم سارنوال است. تا حال ما یک قوه دیگه مستقل نداریم که سر حکومت نظارت کنه و این نوع حکومت ها در هیچ جای هم نمایندگی مردم، تمام مردم کردن نمیتونه. یعنی یک خلای بسیار بزرگ موجود است در افغانستان و است که مردم میخواه در حکومت خود یک صدا داشته باشه. مردم میخواه که حاکمان خود مسئول بدارن و از اونا پرسان کنه و اونا را به یک نوع یک همه پرسی و به این کش کنند. افغانستان همی چیز موجود نیست. بخاطر ما این بزرگترین خلایی که ما فعلا در حکومت خود داریم نیست. درست. خیلی سپاسگزار آقای غوریا. یک دقیقه برتان فرصت داده میتونیم چی باید شود؟ فکر نمیکنین سازمان ملل به جای برگزاری این نشست ها باید زمینه گفتگوهای مستقیم بین امارات و ایالات متحده را مساعد بسازد؟ وظیفه سازمان ملل متحد و کشورهای بیرونی این نیست که برای ما حکومت ها بسازه و کنفرانس های بن بسازه و کنفرانس ها و حکومت ها را بیرونی ها بسیار زیاد ساختن. نتایج و پیامدهایشان دیدیم. اما پرسش ما، اما وظیفه سازمان ملل متحد در نشست کنونی در دو عرصه نتایج عملی خواهد داشت. یک، حمایت سکتور خصوصی، دوم مبارزه بر ضد مواد مخدر. اما وظیفه همه افغان هستند که بین خود دیالوگ داشته باشه، گفتمان داشته باشه، روی موضوعات مختلف جر بحث بکنه، با حکومت جر بحث بکنه، حکومت با افغان ها جر بحث بکنه. این کاملا وظایف خود افغان هاست و ارتباط میگیره با روابط بین خود افغان ها و این خود افغان هاست که گفتمان به شیوه ها و اشکال مختلف بین خود داشته باشه و ایره به شیوه ها و اشکال مختلف ادامه بده. نباید دیگه افغان ها انتظار داشته باشه که سازمان ملل متحد، شورای امنیت و یا ابرقدرت های دنیا گفتمان بسازه و حکومت بسازه، دولت بسازه. این عصر دیگه با پایان رسیده. تشکر. خیلی سپاسگزار حضورتان مهمانان گرامی. پایان فراخبر. وقت بر همه شما خوش.